الله. تو مهربان ترینی، تو مهربان ترینی یا رب. هیچ کسی مثل تو به ما مهربان شده نمیتونه. بداد ما برس الله، بداد ما برس یا کریم. این سگی گزنده را، این مار اژدهار بزرگ نفت اماره به سوره، یا الله مطمئن بگردان، یا الله، یا الله راضیه و مرضیه بگردان. این دشمن خانگی، این مار آستین نفس را خدایا تباه کن. یعنی توفیق ما بده، مطمئن بگردان خدایا. نفسی لوامنه مطمئن بگردان، راضیه و مرضیه بگردان. شیطان از ما دور کو، ما را شاگردی عمر فاروق بساز. عمری که شیطان است که استش فرار میکرد، عمری که شیطان است که استش فرار میکرد. اما ما اکثر شاگردای شیطان شدیم یا رب. نوع ما مسلمان است، مسجد میاییم، نمازم میخوانیم. نماز چی و بپیشی یا الله. لقمه ها حرام، یا الله لقمه ها را حلال بگردان، زبان ها را راستگوی بگردان، چشم ها را از زینای چشم پاک کو، گوش ها را پاک کو، قلب ها را از عشق غیر خدا پاک کو، دست و پای ما را در راه شرع متین رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر بگردان. ببین دیسته ویدا میگیرین، پایکاشان درد میکنن. مادرها و خواهرها از رادیو میشنون چیوا و ایلار در خانه ها انداخته باشند. پیروای فاطمه الزهرا، پیروای عایشه عفیفه، نه پیروای او فاحشه های بین المللی، نه پیروای اونا نه، پیروای دختر محمد مصطفی علیه السلام، دخترای افغانستان، خواهرای جوان ما، مادرای پیر ما، دیندارای ما، سرپوشهای ما، چادرای شریعت ما، حیاها و شرمهای دوران ما. خدای و برکتی خواهرها، دختران بی حجاب و بی شرم و بی حیا را با حیا بگردان و توبه برشان نصیب کن. روز جمعه است، شب و روز دهه حاجیان است. آه ما را بشنو خدایا، به سمع قبول بشنو. بیگی نامی ما را یک تا نوشته کن در لیست اهل توبه. توبه نصوب، توبه که دیگه ما رجوع نکنیم به گناه. روز بر روز ثواب کرده بریم، نه گناه کرده. خدایا چون ما پیامبران نیستیم، شاید گاهی گناهی سر بزنه، باز فرایض است که گناه را پاک کنه، ولی کبیره را گناه فرایض پاک کرده نمیتونه و نوافل، بلکه کبیره را توبه پاک میکنه. یا الله ما توبه نصوح نصیب بگردان. و آخرین قول ما و کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله.